میخوام یه شعر براتون بخونم که وصف حال بعضی از آدمای دور و برمونه. گوش کنید و نظرتون رو برام بگید. میگه پیرمردی برد روزی یک الاغی را به بام، پس از آن نیت بران شد بازگردد قبل شام. هرچه کوشید الاغش را کند راهی نشد، کاه دبشی رشوه دادش بلکه خر راضی بشد. غافل از آن که اگر بالا بری هر یک خری، راه برگشت الاغان نیست ساده سرسری. آن الاغ بر بام خانه جام شوکت را بود، تا کنون هرگز خری بر آن بلندی ها نبود. از سر شوق زیادش خر چنان جفتک پراند، تا که دیگر اثری از بام آن خانه نماند. بام ویران گشت و خر پرتاب شد، نقشه های خر همه بر آب شد. از جراحات زیاد خر زود مرد، صاحب خر را کمی در فکر برد. هر الاغی را که بالا میبریم، بایدش او را به پایین آوریم. گر الاغی دیدی بر بام بلند، زود پایین آورش با پای بند. چون اگر جفتک پراند آن الاغ، بام را ویران کند خود را چلاق. بشنو این پند و مبر هرگز خری، بر بلندای غرور و سر.